فرض کنید که در خانه عکس نصب باشه یا به اصطلاح سگی باشه ملائک وارد خانه نشه. خب طرف میره عکس نصب میکنه به دیوارش، هر غلطی میخواد داخل خانه انجام میده دیگه، بعد ملائکه ثبت کنن بر پرونده اعمالش. چرا؟ چون ملائک وارد خانه نشوند دیگه، چون میگه که اینجا تصویر است، ملائک داخل خانه نمیاد. خانه‌ای که سگ و یا تصویر باشد فرشته ها وارد خانه می شود و یا خیر؟ چون جناب قاضی زاده گفته که این سخن اشتباه است. الله اکبر. برادرای عزیز، امام مسلم رحمت الله علیه در مقدمه کتاب خود دو تا مقوله انسان ساز و زندگی ساز را از دو تا شخصیت علمی نقل قول کرده که یکی محمد ابن سیرین، دیگه عبدالله ابن مبارک است. مقوله عبدالله ابن مبارک ای است: الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد از دین است، دین کاملا روی سند است. دینی که به ما رسیده از عصر پیامبر معظم اسلام با اسناد زنجیروی رسیده. در اسلام اسناد مهم است. اگر سند نباشه لقال من شاء ما شاء، هر کوچه و پس کوچه خب در صفحات هر کس دلش آنچه بخواهد گفته می رود. مقوله محمد بن سیرین: ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذوا دینکم. علم، دانش، فرهنگ، نماز و زکات، هر آنچه که می آموزی دین است. پس نظر بکو که دینت را از کی میگیری. بیندیش که دین از کسی بگی که نمادی از تقوا و اخلاص و صداقت بوده باشد. دین از همچه افراد گرفته میشه. خب در مورد قاضی زاده صاحب یک جوان است، درست است تحصیلم کرده، در باب مادیات و تا جایی را دست بالایی هم دارد و حتی ما شاهد خدمات گسترده ایش هستیم. خدمات مالی برای غربا و برای آواره شدگان وطن کرده. اینا همه قابل تقدیر است، اما همون طوره که سنش خورد است، علمش نسبت به فهم قرآن و حدیث و فقه کمتر است. یک کمی مشکل اساسی است که متأثر از فرق عقلگرایه هاست. این نتیجه کم سن بودن و کم علم بودن است. چرا؟ وقتی یک برادر و خواهر یک چند دانه چپترهای فارسی را بخوانه، با خواندن چند دانه چپتر فارسی آدم عالم دین و متخصص قرآن و حدیث و فقه شده نمیتواند. حتی یک نفر کاملا علم عربی را بدانه، در عربی محاوره کرده بتانه، مکالمه کرده بتانه، تکلم بکنه عربی را، با آن هم متخصص قرآن و حدیث شده نمیتواند. مثل که یک نفر خوب صحیح و درست انگلیسی را یاد داشته باشه، دکتر شده نمیتواند. انگلیسی جدا مسئله است، فهم و دانش انگلیسی جداست، دکتر شدن جداست. مثل که در وطن ما چقدر انگلیسی دانه ها داریم اما دکتر نداریم، دکتر کم داریم. خب همه انگلیسی را یاد دارن، انگلیسی را کسی یاد داشته باشه دوار نامش میفهمه، اما دکتر شدن نمیتوانه. پس یک کسی عربی را بخوانه، عربی را بدانه، چند تا چپترهای فارسی را بخوانه، او متخصص قرآن و حدیث شده نمیتوانه. خب حدیث را که بالایشی قاضی زاده صاحب حفظه الله، الله حفظش بکنه، توفیقات مزید برش نصیب بکنه، دیگه در برابر آیات و حدیث نقد نشود، دیگه اجازه نیست. اگر چنین کار کرده اشتباه خودش است. این حدیث که در خانه‌ای که سگ باشه، تصویر باشه، ملائک داخل نمیشه، در همه منابع اهل سنت و حتی اهل شیعه وجود داره. این حدیث معروف و مشهور است. تنها در بخاری در چندین جای تکرار است: لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا صوره. در خانه که سگ بوده باشه. و حتی در حدیث بخاری جبرائیل برای نبی علیه السلام وعده کرده
که در خانه‌ای که سگ و تصویر و عکس زنده جان بوده باشه ملائک داخل نمیشه. پروردگار عالم همه امت هدایت نصیب بگردانه.